درود، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدیدمون که در مورد تیم ملی ایرانه. بازی تیم ملی ایران روسیه، ایران تانزانیا. آیا ایران تو جام جهانی نتیجه میگیره یا خیر؟ حاشیه‌های لیگ برتر خلیج فارس و اخبار نقل و انتقالاتی. خب آقا سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدیدمون، ویدیو اول خبر فوتبالیمون که خیلی قرار ویدیو خفنی بشه. از نظر خودم زیادم خفن نه، ولی ویدیو جالبی قراره که باشه. اولین خبرمون که در مورد آبروریزی در مورد تیم ملی روسیه که بازی 2-1 به نفع روسیه به پایان میرسه. بازی پر از حاشیه و بازی که خسته کننده و حوصله سربر بود از سمت ایران، ولی با گل پلی‌استیشنی حسین زاده تونستیم یک گل رو حداقل به این تیم روسیه بزنیم. که یکی از بازیکن‌های تیم ملی روسیه هم در مورد همین قضیه اومده بود و صحبت کرده بود که میگفت تیم ملی ایران مثل توریست بود که اومده بود کلا فقط داخل روسیه بچرخه و هیچ کار دیگه ای نکنه. این سخن گاوریلوف، بازیکن سابق اسپارتاک و تیم ملی روسیه بوده که گفته تیم ملی ایران فقط یک گروه توریست بود. به نظر نمیرسه که اونا حتی به فوتبال اهمیت بدن و نمیدونم که چطور اونا به جام جهانی راه پیدا کردن و همین که واقعا آبروریزی بود و یک کنایه سنگین به بازیکن‌های تیم ملی ایران بود. خبر بعدی که حذف ستاره‌های تیم پرطرفدار استقلال توسط فوتبال برتر که بریم فیلمشو الان دارید میبینید. دقت کنید، ستاره استقلال رو برداشتن، حالا نمیدونیم چرا ولی برداشته شده. بریم سراغ اخبار ایران تانزانیا. ایران که حالا با آبروریزی مقابل روسیه بازی کرد، قراره بره به سراغ بازی روبروی تانزانیایی که 2 میلیون دلار بیشتر ارزش نداره و ترانسفر مارکت هیچ ارزشی واسه بازیکنای تانزانیا نذاشته. جالبه بجز لیگ ایران و این اخبار و حواشی در واقع بازی دوستانه ایران، بریم یک سر به لیگ 2 بلاروس بزنیم که به بهترین بازیکن لیگ 2 بلاروس یه جعبه قارچ دادن. یه جعبه قارچ واقعا خیلی جایزه خوبی از نظر من و چی بگیم، واقعا چی میشه گفت. خب آقا بریم سراغ اخبار لیگ برتر ایران، اخبار مهم که اول از پرسپولیس تهران شروع میکنیم که این چند روزه اخبار خوبی از پرسپولیس جلو داره میره که نه داره پیش میاد و گفته میشه. و اینکه استوری رضا جباری خبرهای خوبی در راه است. پرسپولیس زیباترین عشق جهان، استوری رضا جباری بوده. از اون طرف ورزش 3 اومده گفته که تغییرات مدیریتی در پرسپولیس قطعی هستش و ما منتظر تغییرات مدیریتی باشیم. که حالا انگار 5 شنبه مالکان باشگاه پرسپولیس بر تغییر دادن مدیر عاملی سرخا به جمع‌بندی نهایی رسیدند و 5 شنبه احتمال زیاد با انتشار بیانیه‌ای خبر اخراج رضا درویش از مدیر عاملی این باشگاه با عنوان استعفای درویش از مدیر عاملی پرسپولیس منتشر میکنند که خبر خیلی خوبی میتونه واسه طرفداران پرسپولیس باشه و الان فکر کنم پرسپولیس حدوداً از این وضعیتش یه مقدار میتونه در بیاد و یکم پرشورتر و پرزغتر به خریدهای خودشون ادامه بدن.
بریم سراغ بازیکن پرحاشیه پرسپولیسیا سرج اوریر که کارت بازی سرجوریه برای بازی در تیم پرسپولیس صادر شده و مشکلی برای بازی نداره و میتونه از بازی مقابل خیبر خرم‌آباد در زمین حاضر شه و بازی کنه. بریم سراغ تیم استقلال که کلی اخبار نهارانتقالات بازم داره از استقلال پخش میشه. النصر امارات حاضر شده که مهدی قائدی بازیکن پرطرفدار استقلالی ها رو به تیم استقلال بفروشه با رقمی بین 2 الی 3.5 میلیون یورو. خبر بعدی استقلالی ها اینه که جایگزینی شجاعی از هلدینگ اومده. نجفی عضو جدید هیئت مدیره استقلال شده. فرهیختگان اعلام میکنه که بر اساس شنیده ها محمد نجفی با انتخاب هلدینگ خلیج فارس به عنوان عضو جدید هیئت مدیره استقلالی ها منصوب شده است. شجاعی که تابستان گذشته به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره فعالیت میکرد در پی فشارها برای جدایی از یکی از 2 سمت مدیریتی خود در فدراسیون فوتبال و استقلال ناچار به استعفا از هیئت مدیره آبی‌ها شد و به این ترکیب هیئت مدیره استقلال شامل علی تاجرنیان، مجتبی فریدونی، علی نظری و محمود بابایی و نجفی کامل خواهد شد. یاسر آستانی از کفش‌های جدیدش رونمایی کرده که قراره از این کفشا توی مسابقات خودش استفاده کنه. فوق‌العاده کفش خوشگلیه از نظر من، خیلی کفشای زیبا و نمیدونم کی این کفشا رو ساخته. بتونه واسه بازیکن‌های تیم‌های دیگه هم بسازه، واقعا چیز جذابی میشه. و داریم میبینید 2 تا ستاره استقلال هم گذاشته، یه عکس خفن جذاب واقعا داریم میبینیم از این کفش. عکس بعدیمون که فانتور میتونه باشه، عکس استوری همسر آنتونیادان از تعجبش از اندازه نبات، از اندازه نبات استوری گذاشته. اینش واقعا عجیبه و تعجبم کرده انگار. و نوشته این اسمش کارامله و حکم شکر برای چای رو داره. بگذاریم بریم خبر بعدی. رستم آشورماتوف در ترکیب فیکس ازبکستان برای دیدار مقابل اوروگوئه بوده که اوروگوئه 2-1 ازبکستان رو شکست داد با گل‌های تورس تو دقیقه 51 و سانابریا تو دقیقه 60. ازبکستان جیانوف تو دقیقه 82. خب راهکار جالب سپاهان برای بازگشت کاپیتان محمد کریمی به کمپ اسپایر قطر می رود. محمد کریمی هافک سپاهان که در مسابقه تیمش با الریان دچار مصدومیت صلیبی شد، به منظور انجام مراحل درمان و ریکاوری زودتر به کمپ اسپایر قطر اعزام شد. باشگاه سپاهان امیدواره با این اقدام روند بازگشت کریمی رو به میادین به سرعت نزدیک کنه. دوباره برگردیم به حواشی تیم ملی ایران. سسک فابرگاس سرمربی جوان آینده دار کومو ایتالیا سالانه تنها 1 میلیون یورو دستمزد میگیره. دستمزد زمین قلعه‌نویی هم همین حدوده. برن یکم واسه سسک فابرگاس هزینه کنن تا این مربی بیارن، واقعا چیز جذابی میشه. ایران برای اولین بار بعد از 11 سال در 3 بازی متوالی موفق به کسب پیروزی نشده. در جام جهانی 2014 ایران 0 نیجریه 0، ایران 0 آرژانتین 1، بوسنی 3 ایران 1 که در 3 بازی اخیرش ایران 2 تاجیکستان 2 ازبکستان 1 ایران 0 روسیه 2 ایران 1. بعد 11 سال ایران موفق به کسب پیروزی نشده.
البته داخل پرانتز هم بگیم ایران بعد 11 سال موفق به کسب 3 برد متوالی نشده. پوستری هم الان میاریم واسهتون 10 تقابل اخیر ایران و تیمای آفریقایی که داریم میبینیم 90% رو بردیم. من فقط نتیجه رو میخونم: 2-0 ایران، 4-0 ایران، 1-0 تونس، 2-1 ایران، 1-0 ایران، 2-1 الجزایر، 1-1 ایران و سنگال، 2-0 تونس ایران رو میبره، 2-1 ایران، 4-0 ایران. و الان هم میریم به سراغ تقابل با تانزانیا. حالا بریم سراغ اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر ایران. مهرداد محمدی تو لیست سیاه اسکوچیش قرار گرفته و احتمالاً از تراکتور جدا میشه. لیخبوستان لهستان در نقل و انتقالات زمستانی قصد فروش علی قلیزاده رو داره و پرسپولیس مشتری اصلی این بازیکنه. مسئولیت‌های قلیزاده باز شده لیخبوستان به فکر فروش این بازیکن باشه. عارف آقاسی به دنبال جدایی از استقلال و بازگشت به تراکتور هستش. این خبر توسط فوتبالی منتشر شده که عارف آقاسی از عملکرد ضعیفش واقعا رضایت نداره و اینکه ناامید شده از حضورش تو استقلال فعلا و احتمال اینکه از این تیم بره فوق العاده زیاده. خبر آخر امروزمون پوستر AFC بر جایزه بهترین های سال آسیا و حضور مهدی طارمی در کنار لی کانگ این و تاکیفیسو کوبا، نامزدهای جایزه بهترین بازیکن آسیایی شاغل خارج از قاره. طارمی، تاکیفیسو کوبا یا لی کانگ این، به نظر شما کدوم یکی از اینا برنده بهترین بازیکن سال آسیا میشه؟ عکس فوق العاده با حال آنتونیو رودیگر و آقای کوروش منصوری که معرف خیلیاتون هستش، یکی از بهترین های توی این کارهای ماشین ها، و کوروش منصوری که خیلی معروفه و بازیکن رئال مادرید یه استوری گذاشته با عکس کنار کوروش منصوری. خیلی ممنون که توی این ویدیو همراه ما بودین و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشید. حتما پارت بعدی از ندید و حتما نگاه کنید در مورد تیم ملی و دوباره قراره برتر هفته بعدی صحبت خواهیم کرد. نتیجه ایران تانزانیا هم هنوز معلوم نشده ولی شما احتمالاً این ویدیو رو ببینید نتیجهش معلوم شده. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعد دوستان خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی خداحافظ.